آدم اساسی را دوست، آدم مهمی حزب رأس اسلامی را به یاد فراموشی دادن. برای چی اونا خیانت کردن به این آدم، برای چی این آدم خودشان زندان کردن و کشتن؟ بیاید بالا این چیزا گپ بزنیم. استغفر الله، استغفر الله. خداوند خودش قضاوت میکند بالای همه اینا. میبینیم که حال اونا چیست، حال این کبیری و فرزندای گفتیم عبدالله نوری، درباره گفتیم این ماجرای پسرش که چگونه از دوشنبه گریخت به قریبی به خاطر گفتیم بیزنسی ناموفق، دیگه چیزا ما این چیزا رو میبینیم. خداوند وجود داره دوستای عزیز، با خداوند ما باید بازی بکنیم. البته گفتیم تو دزدی کردی فردا تنبیه نمی آید، اما می آید از طریق فرزندا، از طریق نبیره ها اون دنیا میری، در با خداوند روبرو میشی. این چیزها رو ما باید به نظر بگیریم دوستای عزیز. وقتی که عبدالله نوری و آدمای گرد و برش درباره برنامه ریزی میکردن، نقشه میکشیدن که چگونه بیاین موقع بگیرن، چگونه چیکار کنن، چگونه پول جمع بکنن، از ایرانی ها پول بگیرن، ازش پول بگیرن، پولا جمع بشه و دلار جمع بشه. و واقعا وقتی که گفتیم میبینی که این تیم عبدالله نوری و دیگرها یک بیزنس، درباره بیزنس، از بیزنس بیشتر چیز نمیفهمیدن. وقتی که تو گفتیم ایمان زیاد نداری، تو واقعا فقط نزدیک بین میش، فقط این دنیا رو میبینی، دورتر هیچ چیز رو نمیبینی، قلب تو رحم ندارد. برای همین خداوند به تو رحم نمیکند.